اختلافات سیاسی میان رهبران سیاسی افغانستان در تبعید و بیرون رفتن شماری از احزاب و چهره های شاخص ضد طالبانی از مجموعه زیر نام جبهه یا شورای عالی مقاومت مردم افغانستان یا شورای عالی انسجام رهبران سیاسی افغانستان نشان میده که این رهبران سیاسی حتی در کوچکترین مسائل هم با هم توافق نظر ندارند. یک مسئله است. مسئله دیگری که بسیار مهم است، نسل جوان تاجیک یا رهبران جوان تاجیک به این نتیجه و به این درایت رسیدن که زیر چتر یک پشتون به هیچ عنوان دیگر حاضر نیستند که کار بکنن و با مدیریت یک پشتون به پیش برن. و مسئله دوم که بسیار مهم است که خصوصا نسل نو افغانستان به این باورمندی رسیدن که رهبران سیاسی گذشته افغانستان با تمام احترامی که به اونا وجود داره به هیچ عنوان دیگر در کناری از اونا یا زیر چتر اونا ممکن نیست که با هم جمع شوند و کار سیاسی کنند و فعالیت سیاسی کنند. فعالیت سیاسی که او در برابر یک رژیم توریستی که دنیا با او است کار بکنه و فعالیت بکنه. و مسئله دیگری که او نشان دهنده است که این متاسفانه عمر طالب را اختلافات رهبران سیاسی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، شخصیت ها و کتله های کوچک و بزرگ افغانستان که با هم توافق نظر نداشته باشند، بنابراین این به عمر طالب می افزاید و طالب را فرصت میده تا عزیز وضعیت استفاده بکنه، ظلم و استبداد را که امروز بر مردم افغانستان ادامه داده روان هستند و این را ادامه بده. مسئله دیگری است که نشان میده که به هیچ عنوان این رهبران سیاسی با هم توافق نخواهند کردند و با هم موفق نشدن تا کتله بزرگتری را چی از نگاه اپوزیسیون ببین، چی از نگاه ای که بتانه اینا با هم توافق کنن مثل گذشته طالب را شکست بده وجود نداره. به این باورمندی و این مسئله بسیار خطرناک است. حالا منتظر میبانیم که آیا روزهای بعد شماری از دیگری از شخصیت ها و احزاب سیاسی دیگری این کتله را و یا مجموعه را ترک میگه یا نه. و همچنان شما هم اگر دیدگاه و نظریاتی دارین لطفاً با ما شریک بسازید.